آبشار داریم برمیگردیم آبشار اتاقور هنو چه منظره قشنگ است ها. کوه همه جا سبز، داخل گیلان، آبشار پنو. من خودم خیس و خالی شدم، داخل آب شیرجه زدم. الان جایی نیم ساعت بعد پیاده روی داره. آبشاره بسیار سخته، اصلا خانوما به زور میدم بیام، از راه رودخونه میان خانوما. ولی نمام چند تا کوه، این کوه اونجا اون کوه وصله. این میگن طبیعت شمال واقعا قشنگه.